من حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنم که اگه به رفراندوم گذاشته باشه یکی از گزینه‌ها باشه جمهوری اسلامی آری یا نه. طرف نه لیاقت داره نه شانس داره. آقا آمریکایی‌ها سال 1980 تا 88 اینو امتحانش کردن. آخه هم میهن ایرانی خانم آقا از این اپوزیسیون که من بهشون میگم اپوزیسیون شما سوال کنید. همین بازی که همین شالاتان ها و در کنار شما انجام دادن این مردم رو از تو خیابون ها برد پشت پنجره های خونشون. بزرگترین خنجر رو به این انقلاب زد. بیایید علنا شاهزاده بگید ما میخوایم با جناحی در درون حکومت اسلامی بیعت کنیم و کردیم. نمیخواد به ایران برگرده، در این زندگی رو داره میکنه و از این گونه مسائل. چرا با ملت ایران بازی میکنید شاهزاده؟ هر جا خواستن یه بامبول را بندازن وقت طرفداران سرنگونی حکومت کثافت اسلامی در کلیت و تمامیتشو بخوان شما اونجا بودی.